نام من پترا است. 1 سال پیش وقتی که 33 ساله بودم مسلمان شدم. من از جمهوری چک آمدم و در چکسلواکیا به دنیا آمدم و خانه من در کلبنو است که بزرگترین شهر پراگ می باشه. خانواده من نمیخوایم بگویم که ما بسیار مذهبی هستیم، به خاطر که عادی بودیم و به خاطر که حمایت کلیساها وجود نداشت و هر کسی که تصمیم می گرفت که مذهبی باشد در خانه تمرین میکرد و آزادانه فعالیت نمیکرد. پس خانواده ما از کریسمس و ایستر تجلیل میکردند، اما برای ما گفته نشده بود که چطور عبادت کنیم، به خاطر که هیچ مکتب یکشنبه وجود نداشت. وقتی که خرد بودم و در مکتب کدام موضوع دینی را میخواندیم، هرگز به ما گفته نمیشد که یگان فعالیت دینی را انجام بدیم. بعد کلیسا نمی رفتیم حتی در روز کریسمس. فقط خانواده ها جمع می شدن و تحفه ها را در بینشان رد و بدل می کردن. اولین بار وقتی که من در امارات آمدم با مردم مذهبی و در حال عبادت روبرو شدم، سال 2007 بود. من در یک خط هوایی کار می کردم. هر وقتی که از کار فارغ می شدم، همکارای خودم می دیدم که عبادت می کنند. می دیدم که علامت را ترسیم می کنند. عیسوی بودند، به خاطر که میدان هوایی عربی بود. قبل از هر پرواز یک عبادت خاص انجام می دادند، به خاطر که سفر به خیر همین کار انجام شود. پس در اینجا عبادت پیش از هر پرواز خود به خود بالای من تاثیر میگذاشت. وقتی که کلمات را میشنیدم و همیشه این کارم ببینید، به خاطر که در اون لحظه تمام کارا موفق میشد و ما هیچ کار انجام داده نمیتونستیم، فقط میشستیم و صبر میکردیم. در همین لحظه ما هم به خود میگفتم که پرواز خوش داشته باش، پرواز امن داشته باش. همین کار من 7 سال انجام دادم. مثلا عبادت با خود میگفتم سفر به خیر داشته باشن، اجازه بدهید تا تمامشان در امن باشن. من دلیل این کار و معنیش نمیدانستم، فقط انجام میدادم. دوستانی که همراه من همکار بودن، بعضی هایشان مسلمان بودن. پس شروع به سوال و جواب کردم. به خاطر دلایلی بسیار علاقه من شدم. هدف اونا چی است؟ چرا این کار را انجام میدهند؟ چرا از روزها دیگر تجلیل نمی کنن و فقط از روزهای عید تجلیل می کنن؟ به خاطر چه این قسم است؟ با رسیدن به جوابا کم کم به اسلام علاقه من شدم، مثل ای که قلبم باز شد و الحمدلله همین راهی بود که من کم کم شروع به یادگیری کردم. همین قسم با دیگر ادیان مقایسه میکردم، به خاطر که من از یک جای دیگه آمده بودم، عیسوی بودم و ای که عیسویت بزرگترین دین است. کوشش میکردم که فرق ها را بین اسلام و عیسویت بدانم. با گذشت زمان، با دانستن حقایق در اسلام، برای هر موضوع حسی را ایجاد میکرد. مثلا اسلام میگوید که هر کس باید بداند و هر کس باید عبادت کند. نیاز نیست که کدام کشی شما را ببخشه، فقط رابطه تو و الله وجود داره. به خاطر اعمال الله بخشنده ترین می باشد. پس رابطه تو با الله مستقیم است و نیاز نیست که کسی در وسط قرار باشد. دانستن فرقها بین عیسویت و اسلام بالای ما زیاد تاثیر گذاشت. یافتن ای که عیسویت به مرحله های متعدد تقسیم شده است و عقاید هر کدامشان فرق دارد، اما اسلام از شروع تا به حال هیچ تغییری نکرده است. عبادات و موضوعاتی که سالها پیش تعیین شده بود تا هنوز پابرجا است و با انجام دادن همان اعمال مستقیم با الله راز و نیاز کرده می توانید و در این میان به کشیش یا به کدام شخص دیگر هیچ ضرورتی نیست. فقط به قرآن، دانش و تعلیماتی که برای شما آمده است نیاز دارین. یقینا برایتان سوال خلق میشه که و همچنین شاید دچار مشکل شوید که به خاطر اینها به نزدیکترین امام مسجد مراجعه کرده می توانید.
و به سوالات شما جواب میدن. اما یک بار اگر خودتان یاد بگیرین و تمرین کنین، باز خودتان بدون راهنمایی و پیروی کردن ادامه دادن میتونین و خودتان را ارزیابی میتوانید. و هیچ کدام کشیشی نیاز ندارید، به خاطر بخشش نیاز نیست که پول بدهید، فقط عبادت کنید تا بخشیده شوید، به خاطر که الله بخشنده ترین است و همچنین بسیار بخشنده است. پیش از مسلمان شدند 7 سال که من در اینجا در امارات با مردم محل و دوستای مسلمان خود زندگی می کنم. در همین مدت هرگز کسی مرا به سوی اسلام جبران کش نکرده است. اولین بار خودم حس کردم و مسلمان شدم. اما وقتی که مسلمان شدم همه کس به من نزدیک شد و به خاطر من جشن گرفتن. بسیار جالب و خوشایند بود. وظیفه خود تغییر دادم و در میدان هوایی کار نمی کنم. در یک شفاخانه وظیفه دارم و بسیار خوشحال هستم. پیش از مسلمان شدن یقینا به خاطر خانواده خود نگران بودم. آیا اونا میپذیرند؟ بدون شک مادرم حس میکرد وقتی که یگان عکس العمل نشان میدادم، میگفت یگان گپ در ذهنت است، چه جریان داره؟ در فکر چی است؟ زود باش برام بگو چه در حال اتفاق افتاده است. وقتی که برایش توضیح دادم، احساسات خود را بیان کردم. حتی پیش از آن میگفت تو خودت کلان هستی، راه زندگی خود پیدا کو و ادامه بده. یک روز نگویی که ما تو را تشویق نکردیم و به اندازه کافی تو را تشویق نکردیم. این زندگی خودت است و میتونی که تصمیم بگیری. به خاطر ای که او از قبلا مرا حمایت میکرد خوشنود بودم. این زندگی جدیدم است و میخوایم یک شخص خوب باشم. همگی اوه تو واقعا میخوای که یک شخص خوب باشی؟ فقط قدم اول را بردارین، باز تمام چیز خودش رو به راه میشه. این بد نیست و هیچ چیز اشتباه نمی باشه و به مرور زمان میپذیرند. حتی والدین و دوستان خوبتان میپذیرند. شاید سالها را در بر بگیره، اما عبادت تو و ای که خدای واحد را پرستش میکنید کل چیز را برای تو تغییر میده و این کاملا یک چیز خوب است. این سوال از خودتان بپرسید: آیا باور دارید که فقط یک خدا وجود داره؟ آیا باور دارید که او هیچ شریک نداره؟ آیا باور دارید که زندگی ابدی نیز وجود داره؟ اگر تمام این سوالات را از خودتان بپرسید و جوابتان بله باشه، باز هیچ چیز مانع شما شده نمیتونید که فردا وجود دارد یا نه. پس به نزدیکترین مسجد برین، به مرکز اسلامی برین و از اونا کمک بخواید. از شما سوال میکند که آیا قلباً قبول دارید؟ اگر داشته باشین، باز یکان روز دیگر را برای مسلمان شدن انتخاب نکنید و همون روز اقدام کنید.